السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه طالب علمان همین شهر از شما خواهش میکنیم که به این سوال ما جواب صحیح گردونید. بعضی آدم‌ها یافت شدند که مولود نبی را بدعت می‌حسابند. شما چی میگویید؟ سوال دوم، بعد قرائت یگان آیت از قرآن صدق الله العظیم گفته می‌شود، این را هم بدعت میگویند. به این چی میگویید؟ صدق الله العظیم گفتن چی جای بدعت است؟ بعد آیت خواندن همون انسانی که بدعت میگوید خود یعنی صدق الله العظیم میدونه چی معنی دارد؟ آیت وقتی ما و شما میخونیم مثل که ما خواندم آیت و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله صدق الله العظیم، هیچ مصیبت به سر فرزند آدم نمی آید مگر که اجازت الهی نباشد. صدق الله العظیم، راست گفت از خدای بزرگ. چی جای بدعت است؟ این جای بدعتی ندارد، راست گفت است. یا صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویم، یا حدیث گفتیم راست گفت از پیغمبر خدا. این جای بدعت ندارد. لیکن در مسئله مولود بدعت بدنش اگرچه در زمان پیغمبر خدا نبودند، در زمان اصحابم که نبود، لیکن امروز برای ما بی‌نهایت ضرور است. اگر خالی از منکرات باشد، خالی از بزم بازی و خالی از آن حرام کرده های خدا باشد مولود، این باکی ندارد. آخه رسول اکرم وقتی سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی از پیغمبر خدا چی پرسیدند؟ مل ایمان، ایمان چیست؟ رسول الله چی گفتند؟ تطعم الطعام. گفتند پیغمبر خدا که دادن طعام است. ای الاسلام خیر، کدام اسلام بهترین است؟ باز رسول الله چی گفتند؟ اطعام الطعام، باز دادن طعام است. پیغمبر خدا ایمان و اسلام به دادن طعام هم چی کردند؟ حواله کردند. حالا که مولود نبی دادن طعام است و شنیدن امر معروف و نهی از منکر است. چی جای مثال دیگر نامشروعی دارد؟ باکی ندارد، بلکه فضل است. امروز خوش به حال او برادرایی که مثال یک موعظه را تشکیل میکنند و عالما را دعوت میکنند به گوش مردم سخن خدا و پیغمبر را میرسانند، این جای بدعت است. آیا بدعت نه تویای است که هیچ معنی ندارند؟ انا بدعت است. تویایی که اپا و خواهر و چد یک جور رقص بازی میکنند، انا بدعت است. این حرام است. بدعت هم نگو. مولود چی جای بدعتی دارد؟ در حالتی که سخن خدا به گوش همه مردم میرسد. امروز نه تلویزیون در دست ماست، نه رادیو، نه گازت. همین یک معرکه بعد سبب میشود ما یک موعظه میکنیم، همیشه هم بدعت ببراریم. چیکار میکنیم بعد؟ السلام علیکم داملای عزیز. با ما فهمونید که آدمایی هستند که 5 وقت نماز را با جماعت میخوانند لیکن پیوه مینوشند. اسلام اینها را چه حکم میکند؟ ما درباره اینها گپ زده بودیم. کسانی که عرق مینوشند، شخصانی که مثال پیوه مینوشند، چیزی که نباشد مسکننده باشد، اینا حرام هستند. خداوند در قرآن میگوید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. خدای شما بر شما میگوید بدرستین که عرق، قماربازی، فالبینی، بت پرستی، پیش هیکل رفتن، اینا رجسون، اینا پلید هستند. من عمل شیطان، عملهای شیطانی هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر شما از این چیزها دوری بجویید از خدای خود نجات میابید. و عبادتهایی که شما در عبادت میکنین باز در برابرش حرام خوری میکنین. حدیثی از پیغمبر خدا یادم آمد که رسول پیغمبر خدا چی گفتن؟ اگر شما چنان نماز بخوانید حتی از خواندن نماز میانهای شما خم شود، چنان روزه بگیرین که حتی از روزه بسیار گرفتن شما مثل زیواری باریک شین، تاری زیواری باریک شین، خداوند از شما این نماز و این روزه را قبول نمیکند تا وقتی که شما پرهیز نداشته باشین. تا وقتی شما پرهیزکار از حرام کردهای خدا نداشته باشین، این نمازهای شما در نزد خدا قبول نمیشه. نماز میخواند زنا میکند، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند موسیقی مینوازد، نماز میخواند رقص بازی میکند. این چگونه نماز است؟ نمازی که تو از این کارها که من نکرد، این در نزد خدا نمازی تو نماز نمیشه. نماز همون نمازی هست که تو از تمام جمعی کارهای بد راه میگیرد، منت میکند. داملای عزیز، در محله ما یک آدم ختم خوجه را نادرست برآورده است. ختم درسته یا نه نادرست؟ همین رو بر ما فهمونید. ختم خوجه نه فرض نه واجب.
خدا رحمت کند بابای ملا شریف در همین شهر شما زندگی میکرد، در ما هم استاد است، هم داملای ختم کرده بودن، هم داملا بودن. حضرت میگفتن که در بین همین مردم ما بجز خواندن تبارک همون هم یک عالم بخواند، دیگر هیچ ختم جایز نمیشود. زیرا این مردم عامی است. این مردم سوره ها را خوب گذراندگی نیستند، سوره ها را خواندگی نیستند، میخوانند غلط است. از این خاطر بهترین شمین است که یک جوان است یا پیرانسال است، کسی نباشد سوره قرآن گذراندگی باشد، آمدن تبارک بخواند، با 3 بار سوره اخلاص در حق ارواح همون بخشد، بس است کفایت کننده است. لیکن ما و شما وقتی ختم خوجه را دست میزنیم، باید که تمام هم آدمایی که ختم خوجه میکنن همان سوره های علم نشره و سوره اخلاص همونها را گذراندگی باشند و همونها را بدانند. بهترینش همین است که یک طالب علم، یک کسی باشد که همون سوره قرآن هم میدانستگی باشد، تبارک است، یاسین است، برده یک بار بخواند، بس است کفایت میکند. و باز یک راه خوبیش همین است که قریب برای ختم خوجه چند نفر آدم لازم است. امروز مردم بیچاره خشاک است، 6-7 نفری که میبریم مثال در همون پنجشنبگی است، با کدام خیر خدایی نباشد اشتراک کردن، همون صفی آدم کمتر باشد، هم سبکی برامون خانه‌دار میشود، هم سوره قرآن درست خوانده میشود. این بهترین است. میبخشید ناملای عزیز، همین سوال من در جواب گردانید. دجال چیست معنایش؟ که مرا یک بچه دجال میگوید. دجال این بسیار نامی بد است و دجال خودش کافر است. این یکی از نشانه های ساعت است، یعنی قیامت است که دجال میبراید، مردم گمراه میکند. یک برادر دجال گفتند یا یگان لقب دیگر ماندن، خداوند در قرآن به شما خبر میدهد ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان و من لم یتب فاولئک هم الظالمون. خدای شما به شما میگوید هر وقتایی که اگر یک برادر شما نمازخوان باشد، مؤمن باشد، مسلمان باشد، در او لقب نمانید، زیرا اینکه بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، آدمی که ایماندار است، آدمی که از خدا میترسد، این بدترین نام است برای آدم ایماندار. وقتی او را تو دجال میگوید یا یگان لقب دیگر میمانی بر او. اگر شما میگید خداوند با همین گناه خود توبه نکنید، شما از گروه ظالمان هستید. یکدیگر لقب نمانید، یکدیگر نامش بگیرید، فریاد بزنید. السلام علیکم. داملای محترم، ناخون دست و پای و موی سر را در تگ پای پرتافتن ممکن یا نه؟ بعضی آدمان نافهم میگویند که درست است. همین را میفهمونید التماس داملای عزیز. البته این چیزایی هستند که از وجود آدم هر چیزی که جدا میشود، اینا را ما و شما زیر خاک کردنش سنت است. در زیر خاک بمانیم، از وی که در قد راه میپرتاییم، خواه ناخون است، خواه مثال موی سر است، خواه موی کدام جانبی که نباشد، اگر اینا را زیر خاک اگر ما و شما دفن کنیم، این بهتر است از اینکه اینا ما و شما در قد راه میپرتاییم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای محترم. ما در محلمون مسجدی داریم که 5 وقت نماز رو در آنجا میگذاریم. هممون بچه‌های جوان هستیم، اما کلانسالان یگان تعشم به مسجد نمیآیند. آنها میگویند که مولای شما کودک بسیار در مسجد جمع کرده است، گفته از ما جوانان نفرت میکنند. از شما داملای محترم خواهش داریم که نسبت این مسئله روشنی اندازید و حقیقتش را بر ما گویید که آنها حقا یا ما. باز یک مولای کلانسال در گذرمان هست که تماما به مسجد و نماز جماعت نمیآید، ولی در توی معرکه ها برآمده حافظی میکند. از شما خواهش داریم که نسبت این کردار این مولایمان به ما حقیقتش را فهمونید. بعضی آدمان میگویند که این خیل مولا را از عقیبش نماز خواندن درست نیست و در وقت مردنش زبان او را باز دارید که کلمه طیبه را نتواند گفته. این یگان حقیقت دارد یا نه؟ از شما خواهش داریم که ما را با پررگی فهمونید. با احترام، یک گروه جوانان حقیقت جوی و مخلصان اشدی شما. خدای مهربان نگهبان شما باشد. در مسئله پیش در آمدن گفته بودیم که رسول اکرم گفته بودند 3 طایفه هست که لعنت خدا بر اونها هست، که یک تای اون کی بود؟ من اما قوم و هم له کارهون. یک کسی هست که ملا امامتی میکند در صورتی که مردم از او راضی نیست. مردم به چی گونه راضی نیست؟ مثل که کردارهای ناخوب دارد، لکن چیکار کنیم که زمانه همچنان انسان آورده است در منبر جا کرده است.
اگر همچنان انسان اگر امامتی میکند یا ملاگی میکند یا واعظی میکند، البته لعنت خدا بر او میرسد. والاولا بالامامه علم بالسنه ثم الاقرا ثم الاورع. عبارهای مختصری ما و شما چی میگوید؟ میگوید کسی حق امامتی دارد که اولا عالمی به سنت باشد، از مسئله و مسائل درکدار باشد، از حرام و حلال خداوند آگاه باشد، به سوی حرام کرده های خدا میل نداشته باشد، انسان یعنی پاکیزه باشد، پرهیز داشته باشد، اون کس حق امامتی دارد. لکن در حق اون جوانهایی که به مسجد میآیند، البته بسیاری کلانسال‌هایی هست که در این مسئله زید هستند، وقتی میبینند جوانهای خرد به مسجد میآیند نافار میشوند، حالان که پیغمبر خدا به ما و شما وصیت کردگی هستند که شما دستهای کودکاتون گرفته به مسجد برید تا که اونا آموخته شوند، تا که اونا انبوه مسلمانها را ببینند، تا که مثال دل و وجود اونها به یک ایمان و به مسجد عادت کنند. این یگان جای زلال ندارد. کودک در مسجد آمدن این افتخار است. برای چی منشان کنیم؟ برعکس ما و شما تیزه کنیم، برعکس ما و شما دل اونها را باز چکار کنیم؟ پرتر بسازیم، تبلیغ خوبشان کنیم تا که تمامشان آمده در مسجد بخوانند. و اون کلانسال‌هایی که به مسجد نمیآیند، خیلی اینا حالشان به خدای خودشان حواله. میآیند نمیآیند، کسی که البته میآید ثواب میگیرد. رسول اکرم میگه اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان. وقتی شما میبینید که یک برادر در مسجد حرکت دارد، خواه برای ساختمانش است، خواه برای 5 وقت نمازی با جماعت است، شما گواه باشید که او کس ایماندار است. آدم ایماندار مسجد میآید. السلام علیکم دامله عزیز و مهربان، من از شما خواهش میکنم که به سوال من پرره جواب گردانید. من زن هستم، مرا پیرم 1 هفته سبق داد و او را پدرش دیگر اجازت نداد. من خودم خواندم و حاضر کتاب قرآن را میخوانم. آیا این روا است یا نه؟ من خواندن را دوام بدهم. البته خواهر عزیز، خواندن دوام دادن در کار است. هیچ وقت از خواندن طلب علم در گردن مرد و زن فرض است. خواه پیر است، خواه جوان است، در گردن همه ما و شما طلب کردن علم فرض است. باید که ما و شما البته علم طلب کنیم. یعنی یک مقدار خوانده باشیم و پس از پیش خود دوام دادن بگیریم، این ناجایز میشود. همه حرف قرآن، همه آیات قرآن باید که از پیش استاد بگذرانیم، باید که طبق تجوید قرآن بگذرانیم. بعد ما و شما حق داریم که قرآن در هر جا که باشد خواندن بگیریم. هیچ وقت از تعلیم علم باز نیستیم. سراغ کنیم در کجایی که اگر یک شخص تعلیم دادگی است، البته رفته درس بگیریم. السلام علیکم داملای عزیز، آیا شراب را نوشیده به مسجد آمدن جایز است؟ آدم شراب نوش ایمان ندارد که ما با شما گفته بودیم. آدمی که شراب گفته مقصد نمی عرق است، شراب گفته تمام همین نوشاکیان هم شراب میگن، لیکن مقصد ما همین عرقی که می نوشن که خداوند و جمعیت ما و شما از او بیزار است. همین در نظر دارم که انسانی که عرق نوشید ما برای شما این صحبت کرده بودیم که ایمان ندارد، برای آمدن مسجد چی معنی دارد آخه؟ حتی حدیث پیغمبر خدا بود من زنا او شرب الخمر نزع منه الایمان کما یخلع الانسان خمیسه من رأسه. رسول اکرم گفته است کسی زنا میکند یا عرق مینوشد، ایمان از وجود او گرفته میشود. مثل چی؟ مثل که انسان لباس خوش از بدنش بدر میکند، بیره میگذارد، مثل همون ایمان از وجودش دور کردگی است. برای او مثال نماز جنازه و برای او نماز 5 وقته و برای او مثال مسجد آمدن چی معنی دارد؟ السلام علیکم داملای عزیز، جنگ داختن سگها درست است یا نه؟ و ما پرتر فهمونید. جنگ داختن سگها حرام است. در اسلام حرام است جنگ داختن سگها. حتی نظر کننده هم مثل کننده است. کسی که نظر میکند، کسی در همون مجلس اشتراک میکند، مثل همون کننده ها است. اونا که روسیا هستند لیکن تماشا کننده هم مثل همون میشود. بین پیغمبر خدا حتی میگوید که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یجلس علی مائده یشرب علیها الخمر. بین حتی در دسترخوانی که عرق است شما در همون دسترخوان ننشینید، اگرچه خانه شما نباشد. اگر شما یک جا مهمانی میرید میبینید که در دسترخوان عرق است، شما پس بگردید، در اون خانه داخل نشید، زیرا که اونجا حرام کرده خدا هست.
وقتی شما میبینید یک حلقه مردم جمع شده تو سگ جنگ میدازند و در اونجا پول میمونن، باز این قمار میشود. باز قمار واضح آیت خونده میسیر گفته قمار بازی را میگن. این مثل قمار میشد، حرام است. اینا عملای شیطانی هستند. بعضی برادرها را با گوش ما صداشون میآید $100 $200 $500 در همین جنگ باز میمونند. حیف بر همون مال و دولتی که خدا بر همین جوانها میتش. ان شاء الله باوری دارم، باوری نه، حتی حدیثای پیغمبر خدا هست که این مال در دست او برادر دراز نمیرود. وقتی که در این راه ناحق چکارش میکنه، صرفش میکنه. حاصل دنیا چی باشد ای امین؟ 9 گز کرباس با 3 گز زمین. آنچه دادی در ره حق آن توست، آنچه میماند بلای جان توست. آنچه در راه حق میتی انا همون چی است از آن ته هست. تو در راه حق صرفش کنی. زر و نعمت اکنون بده کان توست، که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. با دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. سعدی میگوید در همین دنیا آخرت بخرید با واسطه خیر احسانتان. او $100 $200 در 1000 آدمی گشنه و تشنه است که اونا را تقسیمش که 1000 بار برای فایده دارد. استاد عزیز، درود و رحمت بی پایان بر شما. من مخلص دائمی این مسجد شما علاوه خصوص از شما هستم. من از شما بسیار چیزها را از جمعه و مولدها آموختم. استاد من هستید. شما مولای ما نیست، مولای خوب است، لیکن با مردم معامله خوب ندارد، خاکساری ندارد. آیا در این موضوع چی میگویید؟ این برادر سوال کرده است که یک داملای دارند، لیکن داملاشون خاکسار نیست. داملاشون ممکن که یگان آدمی کمتر بلند هوا باشد. گفتن آیا در این مسئله چی از خداوند، از قرآن، از احادیث پیغمبر چی میگوید؟ پیغمبر خدا میگوید که یقول الله، خداوند چی میگوید؟ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. همین کبر کردن، بلند هوایی کردن، خداوند میگوید حق من است، بزرگی باشد ایزار من است. فمن نازعنی واحدا منهما، اگر کسی در یک بگیم تکبری و بلند هوایی و اگر در یکی از این صفتهای من خداوند گفت است اگر چنگ میزند، چیکارش میکنم؟ القیته فی النار ولا ابالی. او کسی ما سرنگون در آتش دوزخ میپرتم، باکی ندارم. برای کسی که در دنیا سربلندی میکند، تکبری میکند، مردم نمیشمارد، یعنی خاکساری نمیکند، اینا پسند خداوند و پسند پیغمبر خدا نیستند. انسان باید که البته خاکسار باشد. هرچی علم باشد، هرچی دولت هم باشد، هرچی باشد نباشد، باید که انسان چیکار کرده باشد؟ مثل سعدی میگوید ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چه خاک. چرا ای بنده خدا از خاک آفریدت، پس ای بنده افتادگی کن چه خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، حریص و جهانسوز و سرکش مباش. ز خاک آفریده چو آتش مباش. تو حریص و جهانسوز و سربلندی نکن، مثل که از خاک آفریدت مثل آتش نباش. آتش علنگه دارد. چنان سرفرازی نمود این کمی، از آن دیو کردن از این آدمی. اگر وقتی آتش خدا خلق کرد، وقتی دید که بسیار بلند هوایی هست، از او شیطان خدا خلق کرده. وقتی خاک دید که بسیار یک چیزی پس داد، از این فرزند آدم خلق کرد. باید انسان البته خاکسار باشد. در هر حالت نباشیم، چی وظیفه داشته باشیم، چی منصب داشته باشیم، چی صورتی خوب داشته باشیم، چی خانه زیبا داشته باشیم، فراموش نکنیم که ما و شما انسان هستیم. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش و التماس دارم که به سوال من جواب گردانید. در وقت نماز خواندن چشم را پوشیدن جایز است یا نه؟ نه، چشم پوشیدن در حالت نماز جایز نیست. خواه در حالت سجده باشین، خواه در حالت رکوع باشین، خواه در حالت قیام باشین، در کدام صورتی که باشین باید چشمهای شما گشاده باشد. همه صورت، خواه در زمین سجده کردن هم باید که همین نظر به پشت همین بنیتان کنید، چشمهای شما گشاده باشد. چشم پوشیدن کراهیت دارد، هیچ وقت چشم نپوشین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. درباره توی کردن درست یا نادرست با یک طریق خوب به ما میفهموندیم. انشاءالله
جمعه دیگر توی امام اعظم توی ابو حنیفه را با همسرش چگونه توی کردن، کنیم مقایسه میکنیم که آیا به همین توی های ما و شما مانند بود یا نه. البته توی در اسلام غلط نیست، توی کردن هیچی باکی ندارد، توی کنین. لیکن مادامی که شما نام مسلمانی دارین، شما وقتی مسلمان که باشین باید از حرام کردهای خدا دور باشین. آخر در توی آن چیزایی که ناجایز است مثل امروز رقص بازی به طریق اولا حرام است، یا اینکه در بالای مثال در سرخانهاتون تمام چیزهای حرامی که میبرارین اینا حرام هستند، اینا خود اسراف هستند، حرام هستند، اینا برای ما و شما جایز نیست کردنش. طریق خوبش همین است، طریق خوبش همین است که یک نماینده از دین یک عالم از یک پیشوا بیار برای مردم کم پند موعظه کند، این بهترین برای تو، این جهاد است در راه خدا. چگونه که امروز مردم غرب جهاد که هستند زیر دین اسلام مثل که چیکار کرده هستند؟ توی رقص و بازی و زنا و همه چیز برای ما و شما فاش کردن و در تلویزیون ما و شما نمایش میدن. ما و شما هم جهاد من همین است که البته این حرام کرده های اونها را قبول نکنیم، اونها را به جانب خودشان بگردانیم، این از جانب ما و شما هم جهاد میشه. اگر به طریق موعظه هم که اجازت ندادن، به همو زدن پا و به همو خواهر تا قطع یک بچه دیگر قرارش کردن بگذرانش، این هم برای تو افتخار است. السلام علیکم داملای عزیز، برای 7 سری سال به ما میفهموندید. 7 سری سال اینا در یگان حدیث پیغمبر خدا آمدگی نیستند. اگرچه از اولادای پیغمبر خدا بسیاری ذاتها گذشتن، شهید شدند، لیکن در یگان حدیث نیامده است که آنها رفتن در اونجا 7 کرده باشند، 40 کرده باشند، یا سال کرده باشند، یا 6 ماه کرده باشند. اینا از اسلام نیستند. فقط اسلام ما و شما به خیر احسان ما و شما را دعوت میکند، همین در شرایط داشته باشید. کدام روزی که دستی ما و شما میرسد برای روح ارواح ما و شما همون روز رخصت است. جدا نکنین. حتی صاحب خلاصه، کتاب خلاصه کتاب مذهبی است، کتاب خلاصه کتاب مذهبی است، پیرو ابو حنیفه است، صاحب ابو حنیفه در مذهب دارد. همون صاحب خلاصه هم چی میگه؟ کسی که اگر معرکه میکند به نام 40، به نام 7، به نام سال، همون معرکش مکروه است، نام نگذارد. میگه فقط بگد در راه خدا است، برای روحانیت است، فقط با دستش برسد. او روز در مسجد که داملا خانراد همه علما جمع شده بودند، طبق همین فاتحه گپ زده بودند، همین فاتحه‌ای که امروز ما و شما میکنیم. آخه همین فاتحه در کدام آیت و حدیث ما و شما است؟ اگر مسلمان باشیم آخه از فاتحه از توی دوازبین شده است، از فاتحه یک توی دیم شدگی است در ما و شما. اینا تماما برای ما و شما جایز نیست. بعد ما و شما یک مطلب داریم، بعد این مردای ما و شما بعد میان ما و شما را میکنه گفته و با دیگه جای ما و شما را میدرانه گفته، ما و شما هر خیل مطلب میکنیم. نه، به عقلی ما و شما خیل. شما یک پیشوا را گوش نکنید، شما به قرآن به حدیث گوش ناندازین، البته میان شما کنده میشود. این خراجات های بی معنی شما را البته قشاق کرده است. در فاتحه هم حاضر بزم و موزیکا و رقص بازی است، در فاتحه هم 7 زل خراب میکنن. این در کجا است؟ اینا را بتونین قدرت داشته باشین، مردک باشین، پیش رم زن تبگیر تمام کار بسته میشود. نمان همون زن تا نمان که فاتحه کنه تمام میشود کار درست. اگر غیرت داشته باشی، نیکی نداشته باشی، مرحمت میانت میکند، پاد میشکند، چه میدونی اونم زنت. السلام علیکم، دخترها از سن 7 سالگی به مکتب سری لوچ میروند، گناه است؟ السلام علیکم داملای عزیز، تاقی یا سرپوش در نماز مسئله مهم است یا نه؟ البته دخترها به مکتب رفتن سری لوچ گناه است. خداوند به شما ندا میکند به سوی پیغمبرش، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفور رحیم. ای محمد، اول زنهای خدا و دخترهای خدا، بعدا به تمام زنهای امتت برسان که بالای سرشان چیز پرت آید. این مقصد از روی مال است که سرهای خودشان پوشانند، لوچ نکنند، تا که دانسته شوند که این زنها زنهای آزاد هستند. ببین امروز اگر زنی که سطر داشته باشد، زنی که سرش پوشیده باشد، همون بچهای افلاس نمیتونند که به سوی اونها یگان سخن پرت آیند.
هر بچه‌ای که گپ میتد همون زن همون دختر گپ میتد که یعنی روی مال ندارد، پیشی برای کشاده دارد. البته گناه هست. فکر میکنم که هیچگاه البته همون معلم هایی که در مکتب هم هستند مجبور نمیکنن همون دخترای ما و شما را که سرشون الوش کنن، زیرا اونا هم دعوا دارن که مسلمان هستیم. حتی که اگر شما گوش کرده باشین در تتارستان، در قزان، تمام مردمش به سوی همان سردار همون پرزیدنتش مراجعت کردن که ما در پاسپورت صورت سر هیچ قطعی صورت نمیگیریم. مردم همون پرزیدنت همون قزان چیکار کرد؟ همین دادی مردمش در رسید قبول کرد، همین قانون را به جا گذارانید که در پاسپورت با سر هیچ صورت نگیرن. ما هم حق داریم که مرحمت دعوا کنیم یا که مثال یک پیشنهاد کنیم، کدام مرد است زن است کدامت که مثال میتونیم پیشنهاد کنیم. اگر همین انشاءالله باوری دارم که میگذره، هیچ کس ما و شما را برای آن چیزی که اسلام ما و شما طلب میکند نمیکشد. آخه السلام علیکم داملای شیرین سخن، من مخلص دیرینه شما هستم. آیا زنی که شوهر دارد و شوهرش کار نمیکند درست است که در بازار نشیند؟ دویم سوال، آیا شوهری که قسم خورد که زنم طلاق خانم حرام، زنش 3 طلاق، زندگیش درست است یا نه؟ یعنی مردی که اگر قسم بخورد که زنم طلاق خانم حرام، اگر دروغ گفته باشد البته به البته زنش طلاق است، خانش حرام است. لیکن شما فراموش نکنید که این قسم ها قسم نیست در اسلام. شما به زن طلاق و به حضرت امیر جان و به حضرت سلطان قسم نخورید، زیرا که اینها شرک به خدا هستند. آخه قسم به خدا است فقط. والله بالله تالله قسم به خدا بخورید تمام. دیگر بر یگان چیزی دنیای شما قسم نخورید که شما در قسم خوردگیتون اگر با 3 روز روزه نگیرین در نزد خدا گناهکار هستید. اگر تو بگوی حضرت امیر جان بزنم، اگر چی گپی راستم بگوی 3 روز روزه نگیرید تو در نزد خدا گناه کبیره کردگی. شما قسم نخورید. اینا یا زدم نمیتونن ما و شما را، اینا هم بنده هستن. یا نان بزنم شیر بزنم، اینا قسم خوردن آدم گناهکار میشه. هیچگاه به اینا اولا قسم نخورین. وقتی کسی آدمی قسم خورد که زنم طلاق خانم حرام، البته خانش حرام میشود، زنش طلاق میشود. و زنی که البته در بازار می نشیند شوهرش کار نکند، اگر شوهرش عذر داشته باشد، شوهرش مثال یگان معیوب باشد، یعنی هم حواله به سوی اگر همون زنش باشد، زن میتواند در بازار نشیند به صورتی که همون سطر اسلامی را به جا بیارد. اگر لباسش لباس اسلامی باشد، اگر لباسش طبق گفته قرآن و حدیث پیغمبر خدا باشد، واقع ندارد. زن معنای را ندارد که باید که حتمی در خانه نشیند. میلش امروز زنها میتونن که بیرون بازار است، مثال از برای یگان روزگارش یگان کاری میبراید، مثال با بیرون براید، در حالتی که همراهش یگان محرمش باشد، یا اینکه لباسش چکار کرده باشد، لباس اسلامی باشد، مرحمت از خانه بیرون شود باقی ندارد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این سوال و جوابهایی که از جانب این برادرها شد که سبب نگاه کردن چند کتابها برای ما هم شد، خدای اینها را در نامه اعمال همه این بندگان کتابت بفرما و خدای محبت خودت پیغمبر ایمان و اسلام تا در دل همه ما بندگانت باز هم زیادتر جایگیر بساز. خدایا گذشتگانی که داریم همش رحمت و مغفرت بسازد و در دل ما و شما محبت خودش، محبت پیغمبرش، محبت قرآنش خداوند جایگیر بسازد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. خیر احسان هایی که در اینجا شده است، هر مراد و مطلب هایی که باشد، خداوند با فضل کرم خود برآورده خیر کند. آمین و رب العالمین.